من نیما جونیور هستم. امیدوارم هر چه که هستید خوب و موفق باشید. امروز میخوام بهترین تنظیمات گیم لوپ رو بهتون یاد بدم. اولین کاری که میکنین چیه؟ میایم روی گیم لوپ کلیک راست میکنیم، پراپرتیز، میایم این قسمت تیک ران از ادمینیستراتور رو میزنیم، چنج دی پی آی هم میزنیم، تیک اینم میزنیم. حالا من چون نمیدونم چرا گیم لوپم به مشکل خورده بود، اینجا ستینگ نمیتونستم بزنم. همیشه ببینید گیم لوپتون آپدیت هست، آخرین آپدیت یا نه. بزنید آپدیت کنید، میام قسمت ستینگ، خب قسمت ستینگ این تیک بست فیکس ویندوز ریتیو رو میزنیم. ادوانسد واترمارک هم میتونیم بزنیم. دیگه چیز خاصی نداره. اینجا میریم دومی، اینجا میایم رو اتو. برای شما روی اتو دایرکت ایکس استفاده از سی پی یو میشه، اوپن جی ال میشه استفاده از کارت گرافیک. پیشنهاد میکنم بزنید روی کارت گرافیک. چارتای اول رو من آن کردم، اینم آن کنید. دیباگینگ، میایم پایین آف. رمتون چنده؟ بعد هر چی رمتون هست نصفشو بذارید. من رمم 32، بیشتر از اینم نمیدونم چرا نمیشه. گذاشتمش رو آخری. شما هر چی رمتون هست 8، نصفش کنید بذارید رو 4000 خورد. من گذاشتم آخری. پرو اینم برای اینکه از چند تا کور سی پی تون استفاده کنه. بعد ببینید سی پی تون چند تا کور داره. اینجا میاد کلیک راست میکنید، تاسک منیجر، میاد این قسمت پرفورمنس، اینجا نوشته کورز. برای من سی پی اون 14 تا کور داره. میاد چیکار میکنید؟ شما نصفشو میذارید، بهش رو نصف. من 14 تا داره، همش میزنم رو 4. شما رو نصف بذارید. چند تا داره کورتون رو بذارید رو 4، یا اگه خیلی سی پی تون ضعیفه رو هم اتوماتیک بذارید. رزولوشن هم الان من رزولوشن مانیتورم 2K میکشه، 2K گذاشتم. دی پی آی بذارید 480. این پایینم که میکروفون و صدا از کجا بیاد بیرون و آوتپوت و این. این رو مدل خودش معمولا رو بهترین مدل گذاشته. دست به این نزنید. ببینین گیم، شما مثلا کالاف بازی میکنید، پابجی بازی میکنید. من الان توضیح میدم. اگه سی پی یوتون خیلی زغالی و ضعیفه، رو 720 پی بذارید. اگه کارت گرافیکتون تا 660 جی تی ایکس 1080 بذارید. از 10 جی تی ایکس 1060 به بالاه 2K بذارید. برای من 3060 تی آی بذارم رو 2K. مانیتور من میکشه. اگه مانیتور نمیکشه رو همون 1080 بذارید. گرافیک هم گذاشتم رو HD. شما برای اینکه FPS بیشتر بگیرید روی اسموث بذارید، روی این بذارید. از این. خب یه چیز دیگه هست اینجا. بیاید قسمت سرچ، بزنید گرافیک سیتی قسمت. شما بیاید چیکار کنید؟ اد دسکتاپ اپ رو بزنید. توی قسمت دسکتاپ گیم لوپ رو اضافه کنید. من اضافه کردم. بزنید روی گیم لوپ، اد رو بزنید. بیاید پیداش کنید، همون اولی براش کنید. این قسمت جی پی یو پرفورمنس، بزنید روی های پرفورمنس. استفاده از کارت گرافیکتون که به من سی پی یومم کارت گرافیک داره که بهش فشار نیاد. گذاشتم روی کارت گرافیک. همین. این بود تنظیمات. امیدوارم خوشتون بیاد. حتما لایک، ساب، کامنت یادتون نره. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.